اینک نوبت میرسد با گروه تحت رقم 07 گروه خندین کمون. خندین کمون مرحبا. تقلید مرحبا. السلام علیکم دوستان ارجمند، مخلصان گرامی، شمایان مستقیما طریق تلویزیون سفینه برنامه زیبا سنم رو تماشا دارید. اینا گفتنی هستم که برای چی برخی از شما پرسیدنی میشود که برای چی در پهلوی من دلفروز ستاره نیست. من جواب میدم ما در برنامه گذشته یک اشتراکچی تحت رقم 22 سمبوسه آورد. ما همراه خوردیم با من فارید با وی نه. خلاص دوستان ارجمند ما آغاز میکنیم. من گفتنی هستم که شما میتوانید SMS های خود را طریق انامین رقم هایی که حالا اشتراکچیان ما گل دختران پیش شمایان نزد شمایان میبرند. اگر معقول دانید پس SMS خود را ارسال نمایید. پرسیدنی هستید که برای چی من فربهک و خوشرو یک شدم. اینک آغاز میکنیم. هیئت حکمان امروزه چیلانگری درجه عالی، دارنده نشان فخری گاوجوش 2005، لاورتی کنکورس کلیچه زرین، شهروند فخری شهر چرنوبیل، اشتراکچی فعال بازی های توبی چرمین، محترم برزنگی بازارویچ. خوش آمدید به استودیو. خوش آمدید. تشکر. مرحمت. استید من کمک میکنم. رحمت برادر، رحمت. دوستان ارجمند و هیئت حکمان، حافظی دوست داشته ما و شما و من یک حافظی که همه ما و شما دوست میداریم، ذکری الله حکیمов. خوش آمدید برادر، سلامت باشید. اینک شما را خیر مقدم میگویم و برنامه زیبا سنم را آغاز میکنیم. اشتراکچی تحت رقم 56. می باشم از شهر دوشنبه. خوش آمدید. من دانشگاه سلامت باشید. من دانشگاه تربیت جسمانی فاکولته ورزش سبک رو ختم نکردم. حالا باشد در کارخانه آبادانی شهر کار میکنم. یعنی 4 ساعت همه خواب میکند من میروم. خوب میکنید. اما من گفتنی هستم که کسب شما کسبی خیلی هم کسبی نغز است. من از کسبم خیلی سرفرازم و میدونید وقتای خالگیم رو خیلی عالی جناب میگذرانم. خواب میکنم. عجیب. خواهری عزیز، من فهمیدنی هستم که پیش از اون که ما برنامه را آغاز نمودیم شما گفتید که من یک گپ دارم. بله. مرحبا. دیروز در وقتی همون نزدیک رودکی رو رفتنم یک کشلیک یافتم. در داخلش 56 سومونی بود. خواهشمندم اگر کشلیکی کسی گمشدگی باشد به نزد من بیاید، البته با مکافات پولیش که 100 سومون می باشد. تشکر زیاد. من پخت و پز رو دوست میدارم و انا همین سمبوسه رو خودم پختم. مرحمت. به هیئت حکمان میسپاریم. اگر وها نخورم بعد ما میخوریم. مرحمت. خواهری عزیز به نزد بلندگو یک دقیقه ببخشید، 1 دقیقه. لبای گلسنم خان او از داخل سمبوسه اتم مایل برآمد کو. اکو جان با 2 سومونی و 60 درم از درونش متوی اطلس براید می؟ اینک اشتراکچی ما تحت رقم 179 میبخشید این وزنشان است. رقم SMS تحت رقم 56. مرحمت فرستید دستگیری کنید. اینک دوستان ارجمند اشتراکچی تحت رقم 57. مرحمت. من گلسنم کجکوه می باشم، ختم کرده دانشگاه وزارت های فوق‌العاده جمهوری تاجیکستان. نقشی زن در جامعه امروزها خیلی ارزنده است. من در کلی کمسمال به حیث نجات دهنده کار میکنم. در کلی کمسمال؟ بله. از چه سبب باشد مردم را از درون آب، از داخلی آب نجات داده به خشکی میبرارم و چشمشان را میکشایند و مرا میبینند باز یک بار از هوش میروند. من خودش همین خیلی غرق شدگی آدم همین خیلی میشه. وقتی خالگی ندارم 5 هنر پخت و پز را خیلی دوست میدارم. خوراکی دوست داشته ای من جواری مکه‌ای در آب با نمک جوشانیده شده می باشد.
دوستان ارجمند با سرویناز کجاک و تحت رقم 57 SMS ارسال نمایید و دستگیری این کس باشید. تشکر زیاد خواهر عزیز. رحمت سلامت باشید. اینک بهری تبریکی اشتراکچیان ما گلدختران زیبا سنم امروز دوستان ارجمند حافظه دوست داشته ما و شما استاد صنعت تاجیک مستانه ارگشو حضور دارم. مرحمت معلم. یاری سبزی نیمن تو چی کار آمده ای یک سبد گل ببره چه بهار آمده ای یک سبد گل ببره چون بهار آمده ای. مستانه اپا شما رو به استودیو خوش آمدید میگویم و به گلدخترانی که امروز در زیبا سنم اشتراک دارن چه گفتنی هایی دارید؟ با گلدخترها گفتنیم که گلدخترها کوکول البته با شما میزیباد. برای همین مویهاتون درست‌تر کنید. سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر زیاد. زنده باشید. مستانه ارگشوم. دوستان ارجمند سخن را با حیاتی کمال میدیم. مرحمت. هر دو دخترها خیلی زیبا برآمد کردند. شرمی تاجیکانه دارند. سر و لباسشان نیز به خودشان زیبنده است. شخصا با من همین قدمانی گلسلام ها خیلی و خیلی پسند آمد. تشکر زیاد. مرحمت شما. اما گفتنیم که همین سرویناز بد نبودن، خیلی ناز اجرا کردن و من کسب نظر دهنده شده کار میکردن. اما بعضی تاجیک این کسب شرف است. تشکر زیاد. دوستان ارجمند با رقم های 56 و 57 SMS رای کنید گلدختران ما رو دستگیر کنید. دوستان ارجمند این ساعت من خیلی خرسندم که شرط دوم زیبا سنمی ما این شرط سوال و جواب است. اینک دعوت میکنیم اشتراکچی رو تحت رقم 56. مرحمت. بیایید. به نهایت ناز شما خواهر عزیز تیار؟ بله. من حاضر سوال میدیم شما جواب میدید. شما تیار؟ نباشد سر کردیم. یک سال چند روز است؟ مول. اولین زنی که با کی هم برآمد؟ عجوز کمپیر. مهمانی که انتظارش نیستید؟ اوف خوش آمدم. نامی اسب رستم؟ اسب. انتونی می رنگی سیاه؟ سفید. و سوال آخرین پله کی بود؟ کافی. تشکر زیاد. به نهایت جواب های عمیق و صحیح. تشکر. سلامت باشید. و دوستان ارجمند این ساعت بهر دستگیری همین خواهر عزیز دوگانه شان سعیده سراج الدین را دعوت میکنیم. مرحمت. سعیده خان خوش آمدید. در حقیقت یک گردنی دوستان ما نتوانستیم در این روز خیلی هم پرشکوه استاد جوربک مرادوف را دعوت نکرده. مرحمت استاد بیایید. تشکر استاد. تشکر. قربان شما. یک تک قرصک هر دی همینا بشود. تلویزیون سفینه باور کنید. رحمت استاد. برنامه‌تون ناز میدم. فرمایشات شما ناز میدم. رحمت استاد. باور کنید دیر کردم گفتم می. با زور رسیده اومدم دیر کردم گفتم. سلامت باشید استاد. همینطور ماونت برداشته بودم استاد. میبخشید. رحمت فرخ جان. مخلصان عزیز، تماشابینان گرامی. همه که شما نه خوش آمدید میگویم. قربان شما شوم. رحمت بچش. یک تا سر دارم. همین خانه تیمی باور کنید فرخ جان
روی وحدت بگردم، روی استقلالیت بگردم. اینا میاد که راه کشوده کجاها رفتیم. ظفر اکیم خطی، اودین اکیم خطی، برنو اپیم خطی، نگین اپیم خطی، تمامی دولت ها سفر کردیم. استاد وقتی برنامه سالوان مایلش یک تا سرود برای شمایان. ای دوست 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 جبری تو از آن کشم که روی تو نکوست مردم گوین بهشت خواهی یا دوست ای بی خبران بهشت با دوست نکوست. تشکر استاد. استاد جانبین مرادوف تشکر. باور کنید همیشه بینم اگر مهمانو از فدراسیون روسیه اومدگی از اوکراین همیشه هم یک تا خونده تیمی کالین استاد تیماس یک تا نترسم همین آهنگ روسیش خونم می ای دروگ ای دروگ ای دروگ ای دروگ یا موچه ساعتم تی خراشی دروگ люди говорят рай хочешь или друг ای без вести рай хорошо вместе с друг. استاد جانبین مرادوف تشکر زیاد سلامت باشید. باور کنید جانی داداش جانی بکم اومدنش در کار بود امریکا به کلیپ کساس همه به سلام رسانید. سلامت باشید. همینجا بیام اگر پشتی پرده به فیروزه ایستاده است یک تک همون فیروزه هم خوند جوانای دستگیری کنیم دیا. التماس استاد وقتی برنامه ثبت نمیشد وای ثبت نشد مایلش قربان شما شوم. چشم مایلش گفتی شما شود استاد. برنامه زیبا سنم رو ما دوام میدیم. اینک در صحنه هنر فیروزه حفیظова برآمد. تشکر زیاد سلامت باشید. مرحمت جانم مرحمت زنده باشید. فیروزه بانو سلامت باشید رحمت. اینک برای جنبستی برنامه امروز سخن به هیئت یکمون با حافظ دستاشی ما و شما ذکری‌الله حکیمov مرحمت. شب یار نگراند من میایی یا نمیایی یک بوسه ستاند من میایی یا نمیایی اون شب یار نگراند من میایی یا نمیایی یک بوسه ستاند من میایی یا نمیایی دلبر 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 ستمگر اشمگر جلوگر لچکاری ای دلبر بنتی دلکم آزرده آزرده دلم دل برده بنتی دلکم آزرده آزرده دلم دل برده دلبر دلبر میایی یا نمیایی یک بوسه ستاند من میایی یا نمیایی این شب یار نگراند من میایی یا نمیایی یک بوسه ستاند من میایی یا نمیایی. تشکر زیاد سلامت باشید. ذکری‌الله حکیمov در خدمت شما بودن. زنده باشید. رحمت گلدختران تاجیک البته از همه هم زیباترین هستند. یک قرصکای ما برای گلدختران تاجیک. سلامت باشید. تشکر زیاد. من خواهش میکردم که تلفن موبیلی مرا بیارم. من در حال SMS میفرستم. و این گروه تحت رقم 007 با قید گرفته شده است. شما با جای خبری SMS 07 رو گرفته با رقم 1617 با جانبداری گروه خندین کمان آواز دهید و آوازدهی ما ادامه دارد تا آن لحظه ای که یکی از سراینده ها این زمان میبروید سرودش را میخواند. بعد این ترانه ما آوازدهی رو در این بخش قطع میکنیم.